با عرض سلام خدمت مخاطبین عزیز، میخواستم در مورد ظلم و ستم و تبعیضی که در دولت رئیسی و حکومت جمهوری اسلامی داره به مردم روا میشه توضیحاتی ارائه بدم. اولا روزی که انقلاب کردن مسئولین و رهبران ادعای کمک به محرومان و بی‌نیاز کردن اقشار ضعیف و کارگر جامعه رو داشتند و میگفتند پول نفت مال مردم رو باید به دست ملت برسه و آب و برق و گاز مجانیه. اما انقلاب چی شد؟ رفتارشون با وعده‌هاشون تغییر کرد و باز هم تبعیض و تفاوت ثروت کشور توسط عوامل نظام و فرزندان آنها و وابستگانشان. بنده کارگر ساختمانی هستم و همسر و 3 فرزند دانش آموز دارم و این هم خونه‌ای که در اون دارم زندگی میکنم و به غیر از کارگری هیچ درآمد دیگری ندارم. همونطور که میدانید یک کارگر شاید در ماه 10 روز کار گیرش نیاد، مخصوصا با این تورم و گرانی که در دولت آقای رئیسی به وجود اومده و ساخت ساز کمتر شده. همچنین یک کارگر هیچ پشتوانه‌ای نداره و اگر در موقع کار اتفاقی براش بیفته هیچ کس جوابگو نیست و خدا میدونه چه بر سر خودش و خانواده‌اش میاد. در طول دوره 40 ساله که جمهوری اسلامی ایجاد شده فقط آقای خاتمی بودند و بعدش هم آقای احمدی نژاد که طرحهای خوبی داشتند و آقای خاتمی تعامل با دولت‌های همسایه و اصلاح حقوق کارمندان رو داشتند و همچنین آقای احمدی نژاد بودند که تنها کسی بود که به فکر ملت بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه بودند و به همین دلیل هم این همه سنگ پیش پای ایشون انداختند تا خرابش کنند. 2 تا از طرحهای ایشون که بعد از او دیگه اجرا نشد، یکی مسکن مهر بود که واقعا خیلی از افراد ضعیف جامعه صاحب خونه شدند و همچنین بیمه کارگران ساختمانی که به وجود آوردن. تنها پشتوانه یک کارگر بیمه است و بعد از آقای احمدی نژاد این طرح هم درست اجرا نشد و الان بالای 1 میلیون کارگر پشت نوبت هستند که جواب تامین اجتماعی هم اینه که فعلا منابعش نیست که بتونیم بیمه‌تون کنیم. بنده با 3 فرزند و بیماری آسم و دیس کمر الان 46 سال دارم. شاید 5-6 سال دیگه هم نتونم کار کنم. خودم رو بیمه کارگران ساختمانی کردم تا شاید پشتوانه برای آینده خودم و خانواده‌ام باشه. با خدا به زور پول بیمه رو جور میکنیم تا واریز کنیم و همونطور هم که میدونید خودمون داریم واریزش میکنیم، نه اینکه شرکت یا کارگاهی داره برامون واریز میکنه. به خاطر ضعف مالی تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتم و بچه‌های کمیته هم واقعا همکاری کردن، اما با 5 سر عائله به 3 نفرمون بیشتر مستمری ندادن و فقط همین مستمری بود، به الا حمایت دیگه هم نشد. اما بعد از چند ماه زنگ زدن و گفتن چون بیمه کارگران ساختمانی هستید یا باید بیمه رو لغو کنید و یا مستمری قطع میشه. گفتم من چه دارم خودم واریز میکنم. گفتن اینو میدونیم و به بالا هم گفتیم، خودتونم یه تماس بگیرید ببینید چی میگن. با تهران تماس گرفتیم و همین حرف زدن. گفتن چون بیمه هستید باید قطع بشید. گفتم ما خودمون داریم واریز میکنیم. گفتن میدونیم ولی نباید بیمه باشید و مستمری ما رو قطع کردن. آیا این عدالته؟ آیا این اون وعده‌هایی که حکومت میداد و دم میزد که ما به فکر اقشار ضعیف جامعه هستیم و ملت ولی نعمت ما هستن، پس کو ولی نعمتی؟ ملت دارن مثل یه زباله پرت میکنن به این ور اون. اون همه وعده‌هایی که میدادن که ما از افراد فقیر و کارگران جامعه حمایت میکنیم کو؟ آقا این مسئول کمیته، اگه کمی تفکر داشته باشید، یک کارگر که تحت پوششه اگه بیمه باشه بعد از کار افتادگی و یا فوت و یا بازنشستگی دیگه مسئولیتی به عهده شما نیست و به عهده بیمه است. پس چرا دارید با معیشت یک خانواده کارگر بازی میکنید؟ این عدل الهیه؟ این اون عدالتیه که میگفتید ما از علی داریم تقلید میکنیم؟ آیا علی به این جور ظلم ها راضیه؟ اما ما که میدونیم این طرح شما نیست، از بالا دستور دادن. چون به قول آقا محمد خان قاجار همیشه که میگفتند یک ملت رو اگه میخوای بهش حکومت کنی بی سواد و گرسنه نگه دار و دقیقاً شما دارید همون کار میکنید. آقای مسئول، شما که میگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما موقعی که
میگن بودجه، میگید بودجه نیست. چرا بودجه نیست؟ چون چه تحریمیم. و اگه آمریکا نمیتونه غلطی بکنه، خود چطوری شما رو تحریم کرده؟ اینم از وضعیت بانکاتون که یا گیر میدن که آقا بودجه نیست، فعلا واما بسته است. این هم دارید لاف میزنید که این همه تسهیلات دادیم. کو تسهیلات؟ الان ما به بانک‌ها که مراجعه میکنیم میگن تسهیلات نیست، واما بسته است. یا هم که میگید نمیدونم برای ضامن سختگیری دیگه نیست. ما به بانک ملی مراجعه کردیم برای یه وامی، ضامن از اداره برق بردیم، میگید چون که این داره از بانک صادرات حقوق میگیره مورد قبول ما نیست، بعد برید معلم بیارید که از بانک ملی حقوق بگیره. کدوم حرفتون رو باور کنیم؟ فقط وعده های دروغ، فقط وعده های دروغ و بازی با معیشت مردم. و اینم بدونید که ظلم هیچ وقت پایدار نیست.